همایش بیعت تکرار روایه همیشگی دیکتاتورها. در روز شنبه 26 ژوئیه 2025 نشستی با عنوان همایش همکاری ملی برای نجات ایران در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. همایشی که از سوی رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران سازماندهی شده و با پوشش زنده دو شبکه رسانه‌ای ایران اینترنشنال و من و تو همراه بود. پوششی که به وضوح یادآور رفتار رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با مناسک حکومتی بود. با نگاهی تحلیلی به صحنه‌های این گردهمایی میتوان گفت آنچه در مونیخ برگزار شد بیشتر به مراسمی آیینی شباهت داشت تا یک نشست سیاسی مبتنی بر گفتگوی ملی. حاضران که عمدتاً از حامیان پرشور رضا پهلوی بودند، با شور و شعف در فضایی شبیه به مجالس مداحی و بیعت در رژیم‌های اقتدارگرا، یکی پس از دیگری وفاداری خود را به شخصیتی اعلام می‌کردند که هنوز هیچ جایگاه رسمی یا قانونی در ساختار آینده ایران ندارد. شعار جاوید شاه همراه با صحنه‌هایی از تعظیم و حتی سجده برخی از حاضران برای رضا پهلوی تداعیگر سزای مناسکی نظام‌های اقتدارگرا در حافظه تاریخی منطقه بود. این نمایش‌های وفاداری مخاطب را به یاد شعار خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار در ایران دهه 60 و همچنین شعار معروف با جان و دل با توام ای رهبر در دوران صدام حسین می‌اندازد. باز تولید این نوع مناسک با وجود گذشت دهه‌ها و تغییر گفتمان‌ها همچنان نشان دهنده پیوند عمیق بخش‌هایی از فرهنگ سیاسی ایران با ساختارهای شخص محور و رهبرسالار است. شباهت‌های این مراسم با آیین‌های مشابه در دیگر نظام‌های خودکامه از مجالس وفاداری در کره شمالی گرفته تا بزرگداشت‌های بعثی در عراق و یا مداحی‌های ولایی در جمهوری اسلامی از دید ناظران دور نماند. بیعت‌های دست جمعی، نطق‌های از پیش تنظیم شده و نمایش وفاداری‌های پرآب و تاب فضایی پدید آورد که برای بسیاری از منتقدان تداعیگر گذشته اقتدارگرا بود که خود رضا پهلوی مدعی است در پی گذار از آن است. نکته تأمل برانگیز دیگر حضور چند به اصطلاح کرد در این نشست بود. هدف از این حضور چنان که پیداست الغای این پیام بود که حتی در میان مردم کردستان که سابقه طولانی در مبارزه برای حق تعیین سرنوشت خود دارد، گروهی وجود دارد که از پروژه متمرکز تمامیت ارضی به سبک پهلوی حمایت می‌کند. در ادبیات سیاسی کردها چنین افرادی را جاش می‌نامند، اصطلاحی برای توصیف کسانی که به جای همبستگی با مردم خود جانب حکومت مرکزی یا اشغالگر را می‌گیرند. واژه کلیدی بسیاری از سخنرانان در این همایش تمامیت ارضی ایران بود، عبارتی که در این بافت معنایی خاص نه به عنوان یک اصل حقوق بین الملل بلکه به عنوان ابزاری برای هشدار به ملت‌های غیر فارس ساکن ایران تعبیر شد. هشداری غیر رسمی اما پرمعنا که در فردای پس از جمهوری اسلامی نیز نباید چشم به تحقق حقوق ملی و انسانی خود بدوزند. همایش مونیخ با وجود ظاهر مدرن و لبخندهای دیپلماتیک نشان داد که مسئله گذار از جمهوری اسلامی تنها مسئله تغییر افراد نیست. اگر پروژه سیاسی جایگزین باز تولید همان الگوهای مرکزگرایانه سلطه محور با چهره‌ای تازه باشد، آیا میتوان آن را واقعاً آینده‌ای بهتر نامید؟ تکست از دکتر مجید حقی. سپاس از این وقتی که به من دادید.